یعنی شما همه اون موارد رو خودت، حالا تو اون سنی که داشتی 37 میشه به نظر، به هر حال یه سابقه‌ای داشتی، بعد برای پیشرفت کردن هم خب یه علاقه‌ای داشتی. حالا ایشون هم در مسیر راه شما گفتید که یه دوستی، حالا اسم استادتون رو که آوردید، اون دوستتون الان کجاست؟ اونی که شما رو معرفی کرد. اون دوستم خوبه، خیلی خوبه. ایشون از من یعنی با هم دوستین؟ معمولا توی کشور واقع ممکنه خیلی دوست نباشن. به اصطلاح هدیه جان دوست خیلی 10 سالی از من بزرگترن ایشون، که در واقع ایشون از زیورهایی همیشه استفاده میکردن که کار استاد من بود و این شد که توجه من به اونا جلب شد. منم در ابتدای کار بودم و میخواستم که برم این سازنده این مجسمه های پوشیدنی رو در واقع ببینم.